أيها المسلمون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. دوستان و سروران عزیز، سخن در مورد حجاب به شمار می رود که بعضی از انسان‌های بی‌شرف و بی‌سواد جاهل فرضیت حجاب را جهاد را انکار میکنند. دوستان عزیز، قرآن واضح روشن برای من و شما این را بیان کرده است که الله ذوالجلال امر میکند برای پیامبر خودش که اول ام المؤمنین را بگو که حجاب بکنند و بگو که چهره هایشان را بپوشانند. وقتی که دوستان عزیز زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد، الله ذوالجلال پیامبر امر کرد که بگو ام المؤمنین ازواج مطهرات حجاب بکنند. سبحان الله، اونا زنهای پیامبر بودن و این حکم عام شد دوستان عزیز. و این حکم عام است که وقتی بر ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم حجاب فرضیت حجاب ثابت شد، پس بر همه زنهای مسلمان حجاب فرض است که باید حجاب بکنند. و از حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم ثابت است دوستان عزیز که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید برای اسماء: یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه و کفیه. مراد از هذا و هذا در اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی چهره را گفت، یکی اشاره به سوی چهره کرد، یکی به اشاره به سوی کفای دست. از نص قرآنی هم ثابت است، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ثابت است. الان دیگر دشمنای خدا میخواهند که نور اسلام خاموش بکنن، لیکن هرگز نمیتوانند دوستان عزیز. چقدر ابو جهل هایی که کوشش کردند که نور اسلام خاموش بکنن، حتی فرعون ها، و قصه فرعون در قرآن مشهور است که خدا را چقدر نافرمانی کرد، میخواست که همه او را عبادت بکنن، لیکن الله ذوالجلال رسواش کرد و در قرآن قصه این بار بار ذکر میکنه. یا که بنی اسرائیل، یا که از قوم های گذشته اگر ما تاریخ اسلام رو ببینیم یا که تفسیر قرآن عظیم‌الشان رو ببینیم، چقدر از قوم های سرسخت بودن. قوم عاد بود که حتی به دستای خود کوه را می تراشیدن، خانه درست میکردن، لیکن وقتی الله نافرمانی کردن، الله ذوالجلال چگونه عذاب دردناکی آورد برای اونا که در تمام تاریخ اسلام قصه های اینا در قرآن عظیم‌الشان خیلی مشهور است. و اینها را به خاطر چی آورد دوستان عزیز؟ اینا را به خاطر این ذکر کرد که ما عبرت بگیریم. و اون کسانی که سرکش هستند از جهل خودشون
علیه قانون الله ذوالجلال حکم مینن و قانون بیرون مینن تا اینکه اینا عبرت بگیرن و الله ذوالجلال مهلت میدهد. دوستان عزیز، وقتی مهلت میدهد که تا اینکه بر بگرده بندگان الله و این ظالمین بر بگردن، وقتی که اینها بر نمیگردن بر همین معصیت به همین نافرمانی خودشو همین خیل دوام میدهند زندگی خود را، الله ذوالجلال مهر جباریت در قلب اینا میزنه که هرگز دیگه هدایت نمیشوند. سبحان الله. این بر همه واضح آشکار است که حجاب از زینت زنهای مسلمان است. حجاب عزت و آبروی زن مسلمان است. حجاب زن را مثل این که یک بریلانت را در همون قطیش نگه می‌داری که چقدر ارزش داره. وقتی که اون بریلانت بیرون کردی چند قبط گرد خاک میگیره، همون بریلانتیش هم از بین میروه، نورش از بین میروه. زنی با حجاب مثل همین است دوستان عزیز. زنی که حجاب مینا اون ارزش داره، اون قیمت داره. دنیا همه طلبگارش است. چرا؟ الله دوستش میداره. وقتی الله دوستش میداره تمام انسانیت دوستش میداره. اون ارزش پیدا میکنه، قیمت بها میشوه. این زینت زن مسلمان است. امروز خواهرایی که فریاد میزنن و صدا بیرون کردن از روی اینکه حجاب های اونها را میگیرن و بالای اونها ظلم مینن، سبحان الله. اگر انسان ذره ایمان داشته باشه، اگر ذره شعور احساس داشته باشه و این رنج میبره این انسان. دوستان عزیز، من و شما چی فکر می‌کنیم در این مورد؟ آیا من و شما فکر داریم که یک کافر بدبخت یهودی بیایه آب دیده خواهر من ترا پاک بکنه؟ آیا من و شما فکر داریم که یک دشمن خدا، یک اهل باطل میایه ستر خواهر من ترا برمیگردونه؟ آیا ما فکر داریم که یک دشمنای اسلام، یعنی دشمنای اسلام، ما دور خاموش نشستیم که چی کسی میآید به درد خواهر من و تو دوام میماله و چی کسی درد اینها را میفهمه و درک میکنه؟ آیا من و تو فکر داریم که دشمنای خدا میآیند فرزندای من و تو را تعلیم و تربیت اسلامی میدهند؟ آیا یک فاسق عقیدش ویران، یک مشرک بیایه فرزند من و تو را عقیده صحیح تعلیم میتیه یا که مثلا تعلیم قرآنی میدهد یا خوب تربیت، آیا همین در ذهن من و شما است؟ از این توقع نداشته باشیم دوستان عزیز که ما دور بشینیم کسی دیگر بیایه به داد ما برسه. نه. ای جوانی زیبا، ای جوان مسلمان، الله ذوالجلال ترا همت دادگی است. الله ذوالجلال ترا جرأت دادگی است. الله ذوالجلال ترا قوت دادگی است. الله ذوالجلال ترا ایمان دادگی است که بزرگترین نعمت در بندهش ایمان است. الله من ترا ایمان دادگی است. دوستان عزیز، ما خود ما تغییر دادیم. ما خود ما به سبب اعمال بد، به سبب بزدلی زندگی خود ما تغییر دادیم، به سوی پستی رجوع کردیم. ما خود ما کردیم. هر یک جوان مسلمان به خودش فکر بکنه که عیب خودش است. چرا بالاش ظلم میشه؟ چرا بالای مادرش ظلم میشه؟ چرا بالای پدرش ظلم میشه؟ چرا بالای برادر خواهرش ظلم میشه؟ اعمال هر یک من تو است. ما خود ما تغییر دادیم. بازم خود ما میتونیم تغییر بدیم. دوباره میتونیم تغییر بدیم. خود ما میتونیم اینا. کسی دیگه برای ما نمیاد ما را تغییر بدهد. و اینا باز دوباره ما خود ما رجوع به سوی پروردگار و کمر همت بستن و جرأت و شهامت و همت در وجود خود آوردن و عمل کردن به قرآن و سنت با دوباره عزت میاره برای ملت مسلمان. انسان دوباره الله تغییر میتیه.
یعنی به الله نزدیک می شود، نصرت خداوندی می آید. ما دوستان عزیز منتظر نباشیم که دستهای کثیفشون این دشمنای خدا در لباس خواهر من پاک بکنن. من تر خداوند پا و دست داده است، عزت داده است، ایمان داده است. الله نگاه مینه که چه اندازه تحرک داری، چه اندازه در قلب طلب داری، چه اندازه جرأت داری. الله اینم نگاه مینه. الله بر قلب و اعمال انسان نگاه مینه. دوستان عزیز، الله ذوالجلال امر کرد. این امر پروردگار است. این امر یگان امر رئیس جمهور نیست. این امر یگان مولوی نیست. این امر یگان پدر و مادر نیست. امر حجاب امر الله است، فریضه خداوندی است. دوستان عزیز، ببینیم که در این روزها چقدر مادر خون جگر است، چقدر مادرهای ما خون جگر هستند، چقدر خواهرای ما آب دیده در بری رو صدا میزنند. ای جوان مسلمان کجا هستی؟ سبحان الله، تا کی سرخمی کردن؟ الله انسان سرخم، انسان بزدل دوست نمی‌داره. دوستان عزیز، الله از انسان غافل بیزار است. الله از انسان بغیرت دهیوس بیزار است. نمیخواه از الله تعالی از این گونه شخصا زندگیش هم در دنیا هیچ فایده نداره. دوستان عزیز، هر یکی من تو عاقل هستیم، عقل داریم. الله من شما را عقل داده است. بیایم فکر بکنیم، بیایم کمر همت ببندیم، بیایم از آبروی خود حفاظت بکنیم، بیایم از آبروی مادرای خود، بیایم از آبروی خواهرای خود، آبروی اونها را حفاظت بکنیم. دوستان عزیز، دوستان عزیز، دشمنای خدا وقتی نقشه میکشن، ابتدا بندگان مسلمان میسنجند، اهل حق میسنجند و هر منطقه را که حکم کردن و حکم جاری کرده ایستند، اینها با آسانی نبود. اینا از خیلی وقت شد که نقشه کشیدن و روی این زحمت میکشن، پول مال خرج مینن، میلیاردها خرج مینن تا اینکه یک سطر زنی مسلمان از سرش بگیرن. یک یهودی میگه من تمام سرمایه‌ام صرف می‌کنم که یک مسلمان کافر بکنم. میگه ما 150 سال پیش برنامه ریختیم، مشورت کردیم که سطر زنی مسلمان از سرش بگیریم، امروز ما موفق شدیم. دوستان عزیز، ببینید که اهل باطل، مذهبش باطل، دینش باطل، همش باطل است. اهل کفار، اهل باطل فقط برای دنیا کوشش می‌کنند، تمام پول مالش را خرج می‌کنند، صرف می‌کنند به خاطر هدف فاسدش. دوستان، من تو چرا در دین الله خرج نمی‌کنیم؟ باید من تو وجود مو خرج بکنیم، چه جانی باشه چه مالی باشه. هر قومی که دوستان عزیز، هر قومی که در تاریخ اسلام قرآن عظیم الشان ورق بزنیم، تفسیر آیه ها را نگاه بکنیم، سوره ها را، هر قومی را که الله ذلیل کرد، اونا بزدلی را اختیار کردن و عقب نشینی را اختیار کردن. وقتی که حضرت موسی اومد قومش گفت برای جهاد در مقابل مشرکین، گفتن که تو برو با برادرت با الله بجنگ، ما اینجا میشینیم. الله ذوالجلال به غضب آوردن که عذاب نازل کرد، عذاب دردناک نازل کرد، همه را از بین برد. و این قصه در قرآن عظیم الشان ذکر از سروران عزیز. ما چرا از دین دوری کرده ایستیم؟ ما چرا از دین دور شدیم؟ از قرآن دور شدیم، از خدا دور شدیم. یک کمی نظر بکنیم به اعمال قلب خود که آیا ما در دنیا چی وظیفه داریم؟ ما باید چیکار بکنیم؟ کی را راضی بکنیم؟ دوستان عزیز، اکثر قوم هایی که شکست خوردن از روی جهالت و از روی قوم پرستی بود. از روی جهالت، از روی قوم پرستی. حالا اگر ما ببینیم دوستان عزیز، چقدر جوانهای ما در شهر روس، چقدر جوانهای ما در هر کشورهای مختلفی که هستند، اونها را تربیت من اهل باطل و اونها را به خاطر جا، مکان، مقام و پوست گروه جنگ شو میدازن. به خاطر جا، یعنی به خاطر یک بازار بگیم، به خاطر یک تاچکه جنگ مینن. سبحان الله، همدیگر شو میزنن میکشن و این جنگ حرام است. مسلمان با مسلمان جنگ میدازن، میزنن دیگر شو میکشن. و این قرقیزستان و با تاجیکستان جنگ انداخته بودن دشمنای خدا، چقدر مسلمان زدن کشتن. حرام هستن این جنگ ها.
الله بیزار است از این گونه حمایت منطقه و کشور که مسلمانات بکشی. چرا؟ به خاطر دین ای جوان مسلمان، به خاطر دینت میای حجاب خواهر من تر از سرش بگیره دشمنای خدا، تو یک بار سرم بلند نکنی. این چگونه غیرت است، چگونه جوانمردی است، چگونه شعور و احساس است. والله عظیم الله ذوالجلال من شما را سوال می‌کنم که به خاطر قوم پرستی تو زدی کشت یک دیگر تا، لیکن به خاطر امر منی پروردگار چرا سر بلند نکردی؟ این ذلت است برای من ای جوان مسلمان، این ذلت است والله عظیم که تو در منطقه خود نتونی زندگی کرده، نتونی نماز بخونی. والله عظیم شرم است برای هر یک من شما، هر یک جوان مسلمان که این گونه قانون قبول بکنه، ذلت و پستی و سرخمی را قبول بکنه، بزدلی را قبول بکنه، لیکن امر خداوند را فراموش بکنه. ای جوان مسلمان والله عظیم تو همت داری، تو جرأت داری، تو از همه بزرگترین تو ایمان داری. تو چرا میت؟ تو خداوند عظیم و شان داری، تو خداوند بزرگ داری، اون ذاتی که فرعون زیر زبر کرد با قومش، با پیروانش، اون ذاتی که قوم عاد و ثمود رسوا کرد در روی زمین که نطفه‌شون نموند. چقدر قوم سرسخت بود در طول تاریخ که الله ذوالجلال خار و ذلیلش کرد، دردناکترین عذاب آور از بین بردش، از دنیا نیست نابودش کرد. اون ذات همون ذات است، اون ذات همون ذاتی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خیمه نشسته بودن در جنگ بدر، قبل از اینکه دشمن بیاید رسول الله دعا کردند پروردگارا اگر تو نصرت نکنی در روی دنیا نمیایی کسی را که تو عبادت بکنه دیگه. تعداد مسلمان‌ها کم بود در اون اصحاب رسول خدا. حضرت ابوبکر چی فرمود؟ یا رسول الله کافی است گفت این دعای تو، بس دیگه ما پیروز میشیم، ما دیگه جنگ شروع می‌کنیم، بس دیگه تا آخرین لحظه را ما می‌جنگیم با دشمنای خدا. سبحان الله. دوستان عزیز، تا کی ذلت، تا کی در بدر؟ آیا یک جوان مسلمان قدر منزلت نداری که در کشور خودت مثل شاهانه زندگی بکنی؟ کشور من تر آوردن دوستان عزیز، یک دشمنای خدا اشغال کردن، بالای سر من یک فاسق بدبخت حکمرانی مینه، کسی نمیتونه سر بلند بکنه. چرا؟ چون که معصیت است همش. دوستان عزیز یک کمی نظر بکنیم به اعمال قلب خود که ما چقدر اعمال صالح داریم و چقدر در قلب ما چقدر اخلاص موندگی، چقدر محبت الله و رسول موندگی در قلب من و تو. باید من تو فکر بکنیم. همانطوری که خود ما تغییر دادیم به سوی پستی و ذلت، باز دوباره میتونیم خود ما تغییر بدیم به سوی بلندی، به سوی عزت، به سوی شأن شوکت. چرا خواهر من تو صدا میزنه امروز، فریاد میزنه؟ خواهرای با غیرت، ای خواهر و زنهایی که جرأت حضرت خدیجه و حضرت عایشه را در وجود آورده، خسته آواز برآورده و گپ زده، سخن گفته در مقابل چنین اهل باطل. خوشا به حال تو. الله ذوالجلال همه شما را جنت فردوس نصیب بفرماید. خوشا به حال تو که چنین جرأت کرده و سخن گفته، از عزت خود دفاع کرده، از حجاب خود دفاع کرده. والله عظیم الله از شما دفاع میکنه. الله ضرور نصرت میکنه شما را. والله عظیم شما فکر نکنید که با شما کسی نیست، شما فکر نکنید که شما تنها هستید. نه، از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این اهل باطل تمام کوشش خود را صرف کردند تا اینکه نور اسلام خاموش بکنند، لیکن الله ذوالجلال صاحب این دین الله است. همه را زیر زبان، همه را نیست نابود کرد، همه را بر مکر حیله خودشو گرفتار کرد و در طول تاریخ یک عبرت آمیزشی برای دیگرانش.
حفاظت کننده دین الله است و دین اسلام الله حفاظت می‌کند و من شما را الله نصرت می‌دهد. دوستان عزیز و خواهران مسلمان با عزت، با غیرت و جنتی، الله ذوالجلال شما را تنها نمیگذارد و اون کسانی که با محمد صلی الله علیه وسلم بیعت کردند والله عظیم اونا آرام نمیشینند، اونا هرگز آرام نمیشینند. و اون کسانی که با سیمای رسول خدا صلی الله علیه وسلم خیانت کردند، الله ذوالجلال با شاگردان رسول خدا صلی الله علیه وسلم اینها را از بین خواهد برد و هدف فاسد اینها را در همون قلب شو و این آرمان فاسد ان شاء الله تعالی که به جهنم میبرند. ان شاء الله الله به تفاوت نمیشینه. الله ضرور انتقام مسلمان مظلوم میگیره، بندگان مظلوم شد ضرور انتقام میگیره. بس وظیفه من و شما دوستان چی است؟ باید دفاع کردن از دین خود دوستان عزیز، از آبرو و عزت خود. نگذاریم که یک اهل باطل بیایه بر ناموس من تو تجاوز بکنه. غیرت و وجدان انسانی که ذره ایمان داره این قبول نداره. والله هر جوانی مسلمان اگر ذره ایمان داشته باشه آرام نمیشینه. دوستان عزیز، الله ذوالجلال غیرت و شجاعت عمری نصیب بفرماید و برای خواهرها و زنها و مادرای مسلمان ما عفت و حیا و غیرت حضرت عایشه و حضرت خدیجه مادر جان ما نصیب بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب ما لكم تلبسون حلة